خب بریم برای باز کردن در تویوتا جی تی 86 و نکاتی که باید رعایت کنید. دونه دونه به توضیحاتشون میدم که یه سری ابزارها استفاده باید بکنیم برای باز کردن در. بریم. ابتدا یه دونه اینجا در پوش داریم باید باز کنیم و زیرش یه دونه 4 سوار به این صورت. بعد باز کردن این پیچ میایم سراغ اینجا. این قسمت رو دری باید باز شه که از این زیر باید بازش کنیم. خیلی با احتیاط باز میکنه. این قسمت ها همه خاره. یه دونه زائده اینجا هستش که بهتون میگم چجوری بازش کنید که نشکنه. بعد از باز کردن این خاره این پایین میندازی اینطوری در میاد. اینم به این صورت. این قسمت بالاشو مراقب باشید که همین تیکه نشکنه. یه دونه پیچ اینجاست، یه 4 سو اینجا داریم، یه 4 سو اینجا داریم. این دوتا رو باز میکنیم. بعد از باز کردن این دوتا پیچ میایم سراغ اینم باز میکنیم. برای باز کردن این و ریموف کردن این قسمت زیر و در آوردن این ابتدا باید اینجا بیایم و اینجا ایناش اونو باید با سی درش بیارم. جدا از اون که این محله ها اینا هم بود، اینا رو در آوردیم، اون خارم در آوردیم. بعد از باز کردن اونو این پیچ اینجا و دوتا پیچ اینجا و اون خار با این ابزار میفتیم به جون خار باز کردن تمام اینجا. بعد باز کردن دوباره کلیپ میگیرم. موضوعی که خیلی مهمه یادم شد بهتون بگم، این قسمت فریملس به حساب ویندو با یه دونه آلن 10 اینو شل میکنیم که این مغزی یکم بیاد عقب و به حساب ECU ماشین فکر کنه که در قفله و این تیکه اینجا بیاد بالا در صورتی که در بازه. شل شد، درم اومد بالا. بعد از اینکه تمام این خارا و دریا رو باز کردیم میمونه این اتصالات. یکی اونه چراغ در، اینم شرایط سخته، اینم بهتون نشون میدم. اینم پیچاشو باز میکنین، اینجا میدونه سوکت داره، تمام رو باز میکنین و رودری باز میشه. اینم در بدون رودری. اینا باز شد، این خارا باز شد. من اینو دوباره بستم چون کارهای ماشینم بیشتر طول میکشه و با حوصله میخوام انجام بدم. این نیاز به این درد دارم. عرضم به حضورتون که الان کاری که میخوام بکنم برای باز کردن این دستگیره، این پیچو که باز کردیم، این پیچ مخصوص اینه، اینو میتونید باش درارید. برای باز کردن این سری متعلقات پشت اینه که یه ریزکاری خاصی داره که بهتون میگم. درم حتما این فریملستون بالا باشه. اینم با این پیچ بازش کنید. اینم الان بازش میکنم، ادامهش رو بهتون میگم. خب یه قسمت از این پلاستیک رو جمع میکنیم که توی دست پا نباشه. اینو که باز کردیم گفتم این همون تری یه دونه اینجا داریم، اونو باید باز کنیم. اونو که باز کردیم یه دونه اینجا سوکت سنسورشه، سنسور ریموتشه. یه سری جزئیات داره که باید بهتون بگم که کجا بندازید که بتونید آزادش کنید. میگم بهتون اینجا ابزار به کارتون میاد. بیا اینجا بچه، از اینو بخرید، قیمتی هم نداره. خب میریم برای بحث قسمت مهم باز کردن اون خاری که بهتون گفتم. اینجا با این ابزار نوک‌تیز باید بندازین این قسمت بالایی این بهتون نشون بدم.
این سوراخ بالاییه اینجا، یکی اینجا میندازین، حالا من تسلط ندارم، یکی اینجا، یکی هم دقیقا این پایینیه. اینو باز میکنی یه ضامن این خاره آزاد میشه که بتونی سنسور درارید. یه دونه یه قلق دیگه هم داره که از اون ور داره بهتون یاد میدم. برای باز کردن این هم تیتری که اینجا انداختیم بازش کردیم پیچشو، باید اینجا که ماش بازی کنیم که ازش در بیاد. یه دسته نمیتونه به همین راحتی ازش در اومد. خب حالا هم میتونم اینو کاور اینو روش ریموو کنم و باقی مونده این کاور این زیر اینو هم بهتون الان میگم. برای باز کردن این ابتدا این در رو که باز میکنی یه سفیدی اینجا میبینی، این همون نوکتیزیه که دستم بود، میندازی آزادش میکنی، خار اینجا رو آزاد میشه. بعد این به صورت کشویی از این ور در میاد. اینجا میگه بیلبیله که این شکلی میاد، این شکلی در میادش. اون خارا سفیده رو از اون ور آزاد کردم، اینجا هم در اومد. الان میکشمش بیرون ببینید. این کل سنسور ریموته از اون ور در. اینو آزاد کردم، اینجا میندازین شل میشه میاد. این دوتا خالی هم که بهتون گفتم اینجاست، این هم آزاد میکنین در میاد. حالا میایی اینجا تمام، میخوام بدم رنگش کنم.